برابر چطورایید؟ امروز اومدیم که روغن موتور رو عوض کنیم و باید قبل از این کار یه چند دقیقه با موتورتون دور بزنین که حالا اون روغنی که از قبل تو انجین مونده به صورت مایع بشه، چون حالا هوای خورده هم سرده، به صورت جامده باید به صورت مایع دراد و شما عمل خارج کردنش از انجین انجام بدید. حالا ما یه خورده دور میزنیم و بریم سراغ کار که روغن رو عوض کنیم و برای شما ویدیوشو بذاریم. خب ما تو این مرحله نیاز به یه آچار بوکس داریم که این پیچو باز کنیم. خود کارخونه گفته 3 بار از این و 1 بارم از این. حالا ما میخوایم از این باز کنیم و بله الان بازش کردیم و روغن داره تخلیه میشه. واو چه رنگ سیاهی هم داره. اینجا پشتش یه فنره، حواستو باشه او فنره نیفته. آره اینه. و این هم صافیه که اینم تمیز کنین و اگه پاره بود عوضش کنین. اینم گفتم که بگم. خب برابرش یه خورده هم موتور رو تکون بدید که دیگه نزدیک بود برگرده، که دیگه هرچی هم توشه کامل خالی شه. بله میبینید که هنوز هم داره ازش کم کم چیکه میکنه. بله نگاه کنید. قشنگ با حوصله که کامل خالی شه. خب زمانی هم که به صورت کامل دیگه خالی شد، دیگه هیچ جایی نداشت، این فیلتر رو به این صورت میذارین داخل و وارد اینجاش میکنین، همین جایی که بازش کردیم، و پیچش رو هم میبندیم.